یه سوال، فکر میکنین الکل با مغز چیکار میکنه؟ شاید شنیده باشین که الکل به مغز آسیب میرسونه. ولی چه جوری؟ بیاین یه کمی راجع به کار مغز با هم صحبت کنیم. مغز مرکز کنترل و فرماندهی بدنه و خیلی از کارهای بدن رو اون دستور میده، مثل نفس کشیدن، ضربان قلب، دویدن، درس خوندن، گریه کردن، خندیدن. برای اینکه این کارا رو انجام بدیم قسمت‌های مختلف مغز با همدیگه کار میکنن. البته هر قسمت مغز برای یک کار به خصوص درست شده، مثلا حرکت کردن، تصمیم گرفتن یا آب نبات خوردن. مغز از یه سری سلول‌ها تشکیل شده که مثل تار عنکبوت به هم بافته شدن. دستورات مغز از این سلول به اون سلول از طریق یه سری مواد شیمیایی منتقل میشه. الکل نظم مواد شیمیایی داخل مغز رو به هم میزنه و باعث میشه مغز قاطی کنه و بعضی چراغاش یهو خاموش شن. این باعث میشه که آدم صحبت‌ها و کارهای عجیب و غریبی بکنه. مثلا الکل روی مخ اثر میذاره و باعث میشه آدم تلو تلو بخوره و تالاپی بخوره زمین. یا اینکه الکل مرکز حافظه مغز که بهش هیپوکامپ میگن و فلج میکنه و آدم خنگ میشه. الکل روی لایه خاکستری مغز اثر میذاره و باعث میشه آدم الکی ناراحت و غمگین بشه و بزنه زیر گریه یا اینکه عصبانی بشه و همه چیزو درب و داغون کنه. تازه آدمایی که علیرغم این همه ضرر الکل هنوزم الکل میخورن، همه چیشون از کار میفته و در اثر خوردن الکل معتاد میشن و دیگه هیچی.